صحتمند باشین دوستان عزیز و زندگیتان هم به خوبی و خوشی سپری شوم. اول از این سرک بگذارم دوستان عزیز که یک این سرک ترسناک هست، موتر نزنیم. و ما دوستان عزیز در جاده میدان هوایی شهر کابل در نزدیکی چهارراهی شهید. همین دختره که دوستا یک افغانی گفتم که میخواه یک دفعه دخترم ببینم که در کدام جیبم پیسرم هم موندیم. مرک بکنم مرا بده ما پیسی تول بگی مرا بکنه را. آها تشکر. مرک کاکا ترافیکم سرک بند کرده و امیدوار هستم تا وقتی که من سرک میگذارم سرک رها نکنم. اون طرف هم دوستان عزیز تالار عروسی سلطان شهر است که در تصویر بیننده هستید. یک تالار عروسی زیبا مفید. سلام و درود نثار شما خوبان و عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند و سرحال باشین و زندگیتون با خوبی و خوشی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز، عیدتون مبارک، روزه و نمازتون البته روز عرفه قبول داخل حاجی ها و غازی ها. انشالله که جور و صحتمند باشین دوستان عزیز و زندگیتون هم به خوبی و خوشی سپری شوم. اول از این سرک بگذارم دوستان عزیز که این سرک ترسناک هست، موتر نزنیم. و ما دوستان عزیز در جاده میدان هوایی شهر کابل در نزدیکی چهارراهی شهید هستیم و میخوایم از چهارراهی شهید یک دیدن داشته باشین. دیگه امیدوار هستم که همراه ما باشین و ویدیو را تا آخر بیننده باشین. دوستان عزیز روزهای عید قربان هست و مردمان دیگه با هر کار مصروف هستن، قربانی، میمانی رفتن، میزبانی کردن. ما هم اومدیم دیگه دوستان عزیز که چهارراهی شهید بر شما ببینیم. اگرچند آخرای روز است، شما هنوز اذان نداره شد، چند دقیقه دیگه بده، اما بازم دیگه ببینیم چی میشه و چی نه. چهارراهی شهید هم بسیار بیربار است دیگه. آمدیم اما تو میبینین که پوکانه میفروشن دخترک ها هستن دوستان عزیز. طرف هم شفاخانه و این سیتوت میرو اکسترازکی را در تصویر بیننده هستین دیگه. همین دختره که دوستا یک افغانی گفتم که میخواه یک دفعه دخترم ببینم که در کدام جیبم پیسرم هم موندیم. مرک بکنم مرا بده ما پیسی تول بگی مرا پوکانه را. آها تشکر. مرک دی نداری برستو باشه اردیش. خب دوستان عزیز پوکانه را هم که گرفتیم و همونطور که سلو بریم به طرف چهارراهی شهید. پوکانه یک سفید داره برای ما، پوکانه یک خوب و زیبا. همیشه دوستان عزیز کوشش کنین از اینا خرید بکنین. کسان هستن که ضرورت دارن، با اینا چند نظره هم نمیشه، چند نظره یک کار اشتباه هست با اینا و آدم نباید هیچ وجه اینا را خفه و آزرده بسازه. بسیاری شاید یتیم باشن، پدر و مادرشان مشکل داشته باشه و نتونن امرار معاش کنن و در این روزهایی باز دیگه بسیار کار بد هست که ما همینا را برانجانیم. دوستان عزیز گذشته از یک سال رسیدیم به چهارراهی شهید شهر کابل. اسمال گردن ما میتونه گردنم دور خورده رایست خفه کن کرده. خب به هر صورتش بریم چای رو دور بزنیم، بازمون دوباره ما تو برمیگردیم. پوکانام در دست میسویستو رفتم میره و در کمره میایم مشکل در این دست بگیرمش دوستا که دستمال گردن رو جور کنیم یک ذره با این بندازیمش دو طرفه و دوباره پوکانه رو بگیریم. یک ذره اذیت میکنه دوستان عزیز. خب بازم ببخشین دیگه، سرک دو طرف بند است، یک طرفه فقط آزاد میکنن دوستان عزیز. گلکا و چیزها را این طرف میبینین. غرفه ترافیک هم میجاست. یکی از بیربارترین و شلوغترین چهارراهی های کابل دوستان عزیز همین چهارراهی شهید است.
و مطمئنا همگی چهارراه شهید دوستا میشناسن. ما هم دوستان عزیز اون طرف سرک نمیرم، از سرک دور میخوریم دوباره ما تو پس ما اون طرف آمدیم ما اون سمت میرم دیگه. کاکا ترافیکم سرک بند کرده و امیدوار هستم تا وقتی که من سرک میگذارم سرک رها نکنه. اون طرف هم دوستان عزیز تالار عروسی سلطان شهر است که در تصویر بیننده هستید. یک تالار عروسی زیبا مفشن و این طرف هم دوستان عزیز یک راه یک بند است و باشه موترها اجازه بدن که ما تا بگذاریم. بله بگذاریم دوستا از سرک. این طرف هم دیگه اونه دیگه کوکو ترافیک سرک بند کرده و تالار عروسی سلطان شهر رو میبینید. به این چی از بین گلدان بریم دوستان عزیز امیر رو پس بریم. سرک هم شب شده، سرک میدان هم دوستان عزیز دیگه تاریک است. چهارراه شهید دوستان عزیز یکی از بیربارترین و شلوغترین چهارراه‌های شهر کابل هست که ما هر وقت کامل میارم نمیگه این چهارراه بند نمانده باشه و ترافیک استاد نکرده باشه موتره دیگه. حالا خب گذشتیم دوباره دوستان عزیز شفاخانه غالب و پهن غالب و این انستیتوت میرویس رازقی را شفاخانه میرویس رازقی را هر دوش در تصویر بیننده هستین و شام و کابل دیگه که آفتاب هم تقریبا غروب کرده. خب دوستان نهایت گرامی و عزیز انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین، ویدیو را لایک کرده در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همگی تانه به الله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.